سلام شنوندگان و شاگردان محترم ما. حالا ما در شیمکند قرار داریم. در اینجا اکسکورسیا میگذرانیم و تجارت یکی از شاگردان بهترینمان قهرمان را میبینیم. قهرمان از شهر شیمکند است. سلام علیکم قهرمان. کارهایتان چخیل است؟ خوب است؟ یکی از تجارت های او این کاکسرای است. او در شیمکند یک چند طرفخانه دارد. با شریکانش کار میکند. شما چند طرفخانه دارید؟ 16 تا؟ همگی 16 طرفخانه با فست فود ها. بله، با فست فود ها همگی 16 طرفخانه دارد. در این ساحه چند سال باز کار میکنید؟ 18 سال باز. 18 سال باز. خیلی عالی. دقیق میدونید که دوام اینقدر سال چند نفر را خوراندید؟ بیش از 1 میلیون نفر. بیش از 1 میلیون؟ به فکر من باید یک چند میلیون باشد. زیرا هر انسانی که در شیمکند بوده است او اقلا یک بار در کاکسرای، اکسرای، برویلا و یا در موتزارلا حتما بوده است. اقلا یک بار به این طرفخانه ها در آمده است. بیایید رفته میبینیم و همه را به شما قصه میکنیم. همه با اسلوب شرقی است. وقتی شما اینجا می آید مدنیت شرقیانه را حس میکنید. کاکسرای شما با چی مشهور است؟ با سامبوسه های فرموده و اینچنین آشی پلوی مشهوری تاشکند. اینچنین ما آشی اندیجانی هم آماده میکنیم. ما آشی خوب میپزیم و مشهورند. آشی خوب است. ما از آشی اندیجانی خیلی عالی است. آشپزهای اندیجانی میپزند. پختنی سامبوسه های فرموده را باشد در قزاقستان اولین شده ما سر کردیم. این بردی ماست. همین خیل. دیگر در هیچ جا آن را نمیپزند. یعنی شما طعام های اصیل و عالی دارید. بله اصیل. 18 سال در این تجارت. به فکرم در 18 سال در تجارت آشخانه تجربه کافی و ملکه لازمه را به دست آوردید. این خیلی خوب است. عموما شما تجارت خود را از چی سر کردید؟ من همه تجارتم را از همین جا، یعنی از کاکسرای سر کردم. از همین جا سر کردید؟ بله از همین جا. اینجا تالاری بود. ما آن را تغییر دادیم. اینجا زمینی عادی بود. بعد طرفخانه بنیاد کردیم و تمام دیگر آشخانه های ما که نشان میدهیم محض از کاکسرای ابتدا گرفتند. در تالاری خورد چند کس میگنجند؟ در تالاری خورد در اول تخمینا 30-40 نفر میگنجیدند. یعنی شما از قهوه‌خانه خورد کار آغاز کردید. در آن تخمینا 30 جای نشست بود. بعدا آهسته آهسته در اینجا زمین گرفتید و این طرفخانه را ساختید. بعد اون طرفخانه ما اینجا را ساختیم. بعد موتزارلا را ساختیم. بعد موتزارلا برویلا بود. بعد برویلا بخشی سرای را ساختیم. بعد بخشی سرای وک را ساختیم. حالا ما در شهر 3 تا وک داریم. همین گونه طرفخانه کاکسرای در استانه هم هست. ما در پایتخت طرفخانه کلونگ شدیم. میتوانید رفته مهمان شوید. و بعدا طوری استاد گفتند ما در تجارت فاست فود ها رشد کار را سر کردیم. در اول پلاو رو در قوطیچه ها پیشنهاد میکردیم و با گامبورگر، سوشی، لواش و غیره کار را دوام دادیم. یعنی معلوم می شود که شما با گذشت وقت دیدید که چطور طلبات تغییر می‌یابد. شما نیز تدریجاً به آن مطابق شدید. معلوم می شود که در تمام جنبه های پیشنهاد طعام ها در شیمکند موقع اول را اشغال می‌نمایید. بله. شما خوراک‌های شرقی را از خود کردید. موتزارلا خوراک کجاست؟ طعام‌های ایتالیایی. طعام‌های ایتالیایی. برویلا چی؟ برویلا طعام‌های آلمانی است. طعام‌های آلمانی. باز کدام ها؟ ما باز طعام‌های آسیایی جنوب و شرقی را پیشنهاد می‌کنیم. خوراک‌های ژاپنی، ویتنامی، چینی. باز انا این را داریم. لمیسو ایتالیایی است. باز یک نوع دیگرش رک شدیم. ایتالیایی به مانند کافیتریا. مثل کافیتریا و باز ما قهوه‌خانه داریم لکلیر. آنجا قهوه ها و شیرینی های گوناگون رو پیشنهاد میکنیم. این مثل نامگوی است. گوییم که در تجارت خوراک، آشخانه و طربخانه شما تمام نامگوی ها را دارید و همه چی را پیشنهاد میکنید. البته ما یک چی نداشتیم و فرانشیزه آن را خریدیم و حالا ما در قزاقستان داریم و آن رقم 1 است. آن لانژو نامیده می شود. ما آن را پورا طریق شرطنامه مالی خود کرده ایم. یعنی تمام نامگوی طعام ها را دارید. انسان هر چی که خوردن میخواهد از طرفخانه شما مییابد. شما همه چی را پیشنهاد میکنید. قهرمان نگاه کنید. شما همین طور هم تاجری موفق بودید. 18 سال کاری خیلی طولانی است. 4 سال پیش بار اول به درس های ما به سمینار آمده بودید. سبب در چی بود؟ با من استادی لازم بود که در آینده به من کمک کند تا باطناً و اینچنین ظاهراً رشد کنم. من فهمیدم که چنین نفر رو پیدا کردم. تمام دانش و تجربه‌ای که داشتم من به کار بردم. بعداً به من دانش‌های کسبی لازم بودند و یا آدمی که از من بیشتر دیده باشد و زیادتر دانش داشته باشد. چنین انسان محض شما بودید که تجربه و دانش خیلی فراخ در تجارت دارید و با اصولهای خیلی خوب به همه درس میدهید. از این رو من شما رو جستم و یافتم و خدا رو شکر که با شما شناس شدم. امید دارم که استادی و شاگردی ما همین طور ادامه می‌یابد.
انا همین فکری که حالا قهرمان بیان کرد خیلی و خیلی مهم است. ما در هر مرحله معین به سطح معینی میرسیم. هر چی میدانیم و در عمل تطبیق میکنیم سرحدی دارد. بعد لحظه فرا میرسد که باید انسان رشد کند، چون که عمر میگذرد، وقت میگذرد و من نیز همین رو میجویم. میخواهم در هر مرحله عمرم رشد کنم و از این رو استادی را جستجو میکنم. من نیز برای خود استادان را انتخاب میکنم، زیرا این خیلی مهم است. و محض چرا من؟ برای اون که روحیه و خصلت شما به من پسند آمد. ما مردمی شرق هستیم و فهمش‌های یک رنگ داریم. یعنی ارزش‌های مدنی و فرهنگی والدانمان، برادر و خواهرانمان چنینند و ما را چنین آموزانده و تربیت نمودند، مخصوصا جنبه دینی. شما دویما اسلامی پاک را ترغیب میکنید. انسانی نمازخوان هستید، خداترس هستید. همین خصلت‌های شما به من خیلی پسند است. دوستان نگاه کنید، پیش از آن که کسی تجارت یا خدمت رسانی شما را انتخاب میکند، به هر حال او باید به ارزش‌های انسانی شما نظر افکند. اگر شما را همچون انسان دیگران توانند که احترام کنند، پس آنها می توانند از خدمت رسانی شما استفاده برند. همینطور نه؟ بله. این خیلی هم ارزشمند است. تشکر قهرمان. شما بسیار نکته مهم را قید کردید. اگر آدمان طبق ارزش‌ها به هم موافق آیند، پس طبیعی است که آنها می توانند با هم مدت‌های طولانی همکاری کنند. اول ارزش‌های انسانی مهمند و در همین اساس باقی همه چیز دیگر بنیاد می‌گردد. باقی همه را بنیاد کردن ممکن است. تشکر. بیایید به من طرفخانه خود را نشان دهید. آفرین. نگاه کنید، اینجا خیلی زیباست. نگاه کنید، این محیط طبیعی شرقی است. کس در اینجا خود را در حولی خود احساس می کند. این خیلی عالی است. این واقعا خیلی زیبا و غیر عادی است. به اینجا می درآیی و تو را حسیات زیبایی فرا می گیرد. من وقتی که هنوز شما را نمی شناختم در کاکسرای و اکسرای بودم. در انا آنجا نشسته خوراک خوردم. این تا حال در یادم هست. میدونه سال چند بود؟ 2000 اگر خطا نکنم سال 2011 یا 12 بود. مرا به اینجا آوردند و در همین جا شناندند. اینجا طرفخانه معمول ترین بود. این انیق در یادم هست، چون که دوستانم مرا به همین جا دعوت کردند. میگفتند که اکسرای خیلی زیباست و به شما پسند میآید. آدمان گوناگون مرا به آشخانه‌های گوناگون شما میبردند. آن وقتها من و شما همدیگر را نمیشناختیم. هرگاهی که من به شیمکند می آیم، تشکیل کنندگان من، دوستانم، شاگردانم، تاجران شناسم مرا به متسریل می بردن. این چونین به برویل بردن، به کاکسرای بردن، آکسرای بردن. آن وقتها ما همدیگر را نمیشناختیم. من شما را همان وقتها تماما نمیشناختم. این معنای چی را دارد؟ این معنای آن را دارد که طرفخانه‌های شما خیلی مشهورند و مردم طعام‌های شما را خیلی دوست می‌دارند و احترام می‌کنند. یعنی کارمندان شما کارشان را ماهرانه انجام می‌دهند. این خیلی خوب است. با بچه‌ها تشکر. با فکرم شما فرانچایز هم می‌کردید، درست؟ اگر من خطا نکنم. بله درست. محض در کاکسرای. معلوم می‌شود که شما بسته‌بندی فرانچایز را در همین طرفخانه آغاز نمودید. همین خیلی؟ بله درست، عیناً همین خیلی است. دوستان عزیز، ما الکی قریب نیم سال است که فرانچایزهای کاکسرای را بسته‌بندی می‌کنیم. پس در یاد گیرید، اگر شما در شهر خود و یا کشور خود تجارت آماده و خوبی را خریداری کردن خواهید، آن را انکشاف دادن خواهید، اگر تجارتی داشتن خواهید که خطا و مشکلات کم داشته باشد، پس این فرانچایزهای کاکسرای می باشد، مخصوصا در ساحه طعام‌ها. برای چی؟ برای آنکه این آماده است. با تجربه 18 ساله. اولین کورس آموزشی ما که شما اشتراک کردید کدام بود؟ درس خوردی مهارت. درس خوردی مهارت. شما چند بار اشتراک کردید؟ همگی 6 بار اشتراک کردم. شما 6 بار در درس خوردی مهارت ما اشتراک کردید. لطفاً بگویید پس از آموزش درس‌های ما در خود چگونه تغییرات را احساس نمودید؟ من طبق معیار آموزش چقور را سر کردم. بعداً موافق گفته‌های شما من کارمندان کسبی را به کارهای خود جلب کردم. طوری که شما آموزانده اید در هر یک ساحه متخصصان کسبی را گرفتم. مثلا محاسب کسبی، آشپز کسبی و غیره. یعنی شما گرد آوردن گروهی قوی را سر کردید. بعد موافق درس‌های شما ما روند جدی تجارتی را آغاز کردیم. روند تجارتی را نوشتن آن را که کی باید با چی مشغول شود. بعد برای هر یک کارمند نوشتن نظامنامه را آغاز نمودیم. مثلا کی با چی مشغول می شود، کی ساعتی چند می آید و ساعتی چند می رود. یعنی شما همه را به ترتیب درآوردید تا کار آسان شود. پیشتر برنامه‌ریزی 50% را تشکیل میداد. بعدا ما این را تا 70-80% رساندیم. همین طریق پیشخدمتان طریق ضمیمه تلفن کار میکنند. پیشتر ما چک ها رو برداشته میگشتیم. حالا باشد این خیلی قلای شد.
системаи электронӣ истифода мебарем. یعنی شما جریان تلفات تجارتی را محدود کردید. هر جایی که وقت تلف می‌یافت کم کردید. یعنی جریان فرمایش و آوردن طعام‌ها نه طولانی بلکه کم گشت. این خیلی خوب است. چند بار در آموزش سیستم کنونی تجارت اشتراک کردید؟ من در دو آموزشی سیستم کنونی یعنی تجارت وقتی که شما اشتراک آموزش کردم. سیستم بله، کنونی بله، تجارتی ما را بله، سر کردید. در درس‌های یکم من یک بار اشتراک کردم، بعد دو بار دیگر و حالا نیت دارم در سومش هم اشتراک کنم. لطفاً بگویید این کورس‌های آموزشی تجارت که شما اشتراک کردید در رشد تجارت شما کمک کرد؟ بله، کمک کرد. якум кӯмак кард, дуюм ман муҳити нави ҳамфикронамро дарёфтам. Бо одамони нав шинос шудам. Ҳар бор бо одамони нав шинос шуда, аз онҳо маслиҳати муфид мегирам, аз шумо мегирам ва ҳар бор усулҳои дарсдиҳӣ ва дониши шумо такмил меёбам. Тавре ки шумо мегӯед, баъзан инсон як нав шах мешавад, ҳолон ки бояд пайваста дар такмилёбӣ ва пешравӣ бошад. Масалан, пандемия шуд, бозор тағйир ёфт ва шумо ҳамон донишҳоеро медиҳед ки хеле мубрам ва муҳиманд. худи ҳозир метавон дар амал санҷид. бале, ҳамин тавр аст ва мо амалӣ карданро сар мекунем. шумо мегуфтед ки тахминан соли 2025 замони маркетинг меояд ва он барвақттар омад. шумо соли 2025 гуфта будед ва ҳоло ҳама тариқи маркетинг аст. Инстаграм, таблиғот, реклама, SEO ва ҳамаи дигарон. ҳоло вақти маркетинг аст. Ба ин ягон шубҳаӣ нест. ҳамон замоне ки шумо гуфтед зудтар фаро расид. мо гумон доштем ки соли 2025 мешавад ва ҳоло дар соли 2022 мо инро аз сар гузаронда истодаем. бале, мо гуфта будем, бале, ҳоло давраи менеҷмент аст ва ба зудӣ замони маркетинги пурра фаро мерасад. пас ин чӣ маънӣ дорад? یعنی سیستم تجارتی شما رفته رفته پرره به مارکتینگ میگذارد. بله. به طور دیگر گوییم مثلا صنعت ماشین سازی یک دوره مهم را اثر گذراند. آن کارخانه ها کارمندان زیادی داشتند. اکنون به جای کارمندان ربات ها کار میکنند و تمام خراجات آنها به مارکتینگ روانه شده است. آنها پول زیادی را در رکلام تجارتیشان صرف میکنند تا رولی که ترغیباتیشان در تلویزیون ها نشان داده شود. وقتی این فرا میرسد، الکی فرا رسید گوییم هم میشود، الکی سر شد. مثلا در 10 سال اخیر ارزش مواد تبلیغاتی در اینترنت 7 مراتب گرانتر شده است. 7 مراتب در 10 سال اخیر. پس معلوم می شود که در هر 1.5-2 سال قریب 100% نرخش بالا می رود. ارزش آن تا رفت گرانتر می شود. درباره آدمانی که در گروه ما می خوانند چی فکر دارید؟ در اونجا از تمامی محیط‌های تجارت تحصیل کنندگان هستند. طوری که شما گفته اید، سیستم کاری قریب که یک خیل است. تنها طرز کار و مدل تجارت گوناگون است. با دیگران معاشرت کرده فهمیدم که دیگران نیز مثل ما مشکلات داشتند، هم در تجارت طرفخانه، هم در تجارت ساختمان و هم حفظ سلامتی. وقتی با دیگران صحبت میکنی میفهمی که نه تنها برای تو بلکه برای دیگران نیز دشوار بوده است. ما هم دیگر را دستگیری میکنیم، هم دیگر را میفهمیم. آنها نیز گمان داشتند که تنها تجارتی آنها وزنین است، دشوار است. خلاص همین طور ما تجربه هایمان را مبادله میکنیم، با هم دیگر از برد و باخت هایمان نقل میکنیم. این خیلی فایده‌ناک است. بعد بچه‌ها در شهرهای دیگر تجارت شریکی را پیشنهاد میکنند برای کشودن چیزی و یا کاری را با هم کردن. یعنی معلوم میشود که وقتی انسان به این محیط میان گروه شاگردان ما وارد میشود، امکانیت او صدها بار می افزاید. چون که شما بعضی کلانی رو پیشنهاد میکنید. طوری که خودتون گفته بودید، شما بیش از 23-24 سال باز همه پهلوهای تجارت رو از خود کرده اید. شما با ما تاجرانی گوناگونی رو که خودمون یافته نمیتوانیم دسترس میکنید. آخر پیوسته مشکلات ایجاد میشوند. سرحدها بسته میشوند. هواپیماها پرواز نمیکنند. شما باشید داومی سالها گروهی کلانی رو گرد آوردید. بله، پلتفرم ما خیلی بزرگ است. شاگردان از تمام دنیا گرد آمدند. پس این امکانیت میدهد که آنها با هم شناس شوند. و از همه مهمش برای خود شریکی مییابند. یک از تجارت میجوید، کسی دیگر وسعت بخشیدن آن را جویاست و از همه مهمش این کار را با آدمان موافق باید کرد. شما همیشه درست قید میکنید که حالا وقتی آن است که باید با آدمان صافدل و لیاقتمند کار کرد. همچنان باید گویم که شما به ما امکان میدید تا که استراحت کنیم. با جز آموزش ما به اطراف شهر میبریم. به لب بحر میرویم. من شرایط اقلیمی را میگویم. از کار و از خانه به هر حال انسان خسته میشود. این از نو برقرار شوی است. از نو برقرار شوی است. این کاری شما خیلی هم درست است. چون که وقتی که شما در شهر ما درس میدادید، ما رو دویم کسی جیغ میزد و یا زنگ میزد. در اونجا باشد همه رو خاموش میکنی و محض با درس ها مشغول میشوی. بعد درس ها با دوستان سفارش ها رو اجرا میکنی و تجارتی خود رو فراختر درک میکنی. بله، سفارش ها رو اجرا میکنی، همه درس ها رو میخونی و کاری خودت رو، تجارتت رو بهتر درک میکنی. از داخل آشکار نمودن و فهمیدن رو آغاز کردن. میکرو منیجمنت رو جز به جز فهمیدن. وقتی در شهرها برگزار میکنیم چی روی میدهد؟ آنها در درس میشینند، ولی چون از تالار برایند تمام، او باز با تشویش‌های خود بند است و اون نیمی دانش‌هایش را فراموش می‌کند. آخر مغز سری صاحب کار همیشه بند است. دائم فکر می‌کند
این کارو کردن در کار، آن کارو کردن در کار. در آنجا باشد مغز سری کس می تواند به خوبی از نو برقرار شود. من متخصص عاید به انسانم. دوام بیش از 23 سال کاری من پیوسته برآمد می کنم. دائما با آدمان کار می کنم. وقتی کودک بودم در 8 سالگی مادرم برایم استاد پیدا نمود. من در روبرویش می نشستم. آدمان به پیشش می آمدند و او به آنها پیوسته مصلحت ها می داد و من با مشکلات عادتی مردم شناس شدم و با گذشت وقت من متخصص خوب عاید به انسان شدم. برنامه چنین طرحریزی شده است که انسان حتی مرکب ترین معلومات را به آسانی می تواند از خود کند، تنها در صورتی که حسی درک او و حالت روانیش به همدیگر هماهنگ و مطابق باشد. مثلا اگر شما دانش را از خود کنید ولی خصلتتان با آن موافق نباشد، آن دانش را رشد و تکمیل دادن نمی توانید. کاملا درست. آدمانی با عقل زیادند، آنها خیلی هم با عقلند، معلومات عالی دارند، ولی از سبب آنکه خصلت ضعیف دارند آنها نمی توانند یا تاب آورند و یا سر کنند و یا کار را در نیمی راه می پرتایند. این چنین در وجود انسان حسی درست گوش کرده توانستن نقش کلان را می بازد. برای این باشد باید جسمی اون نیرو داشته باشد و حالت روحی و جسمانیش به هم هماهنگ باشد. مثلا اگر شما از خواب سیر نشده باشید، اگر خسته باشید، شما می توانید کتاب را کشایید اما آن را خوانده مضمونش را فهمیده نمی توانید. نیمی یک مقاله را نخوانده خوابتان می برد، چون که حالت خستگی انسان را مغلوب می کند. من این را همیشه می گویم، راهبری خسته شده خیلی خفناک است، چون که او یا قرار خطا قبول می کند و یا نزدیک به آن و تقدیری تمام شرکت وابسته به آن قراری است که شما قبول می کنید. بله درست. اگر شما زود قرار خطا و یا نزدیک به آن قبول می کرده باشید، این شما را به قفا می کشد. این باعث غمخوری و خراجات زیادتر می شود. حالان که چون این خراجات و غم و تشویش تماما در کار نیست، از آن نفع نیست، برعکس شما را به دام مشکلات نو می کشد. پس معلوم می شود که شما با این مشکلات نوی می آفرید، دشواری های نو پیدا می کنید.